درود بر شما، خیلی خوش اومد به چنل اشمیر. امروز اومدیم راجع به 4 تا بازی حرف بزنیم که هنوز ارائه و منتشر نشد، ولی خب اطلاعاتی در دسترسمون هستش. با ما همراه باشید. بازی اول قطعا GTA 6. GTA بازی هستش از خیلی سال قبل تا الان هر سری آپدیت جدید میده بیرون و الان به یکی از غول‌های بازی سازی تبدیل شده. از آخرین نسخه اون یعنی GTA 5 حدود 7 ساله که میگذره. شرکت راکستار، شرکت سازنده GTA، توی تاریخ 15 بهمن 1400 خبر قطعی شدن ساخت GTA 6 رو به ما داد. توی نسخه اول GTA و همچنین توی نسخه گیم بوی کالر GTA 2 ما شاهد حضور شخصیت اصلی زن در کنار مردان بودیم. ولی از دوران سه‌بعدی شدن GTA یعنی GTA 3 تا همین الان همه شخصیت‌های اصلی رو مردها تشکیل دادن. 3 سال پیش یه شخصی با اسم مستعار دنو اشاره کرد که توی این نسخه از بازی یک شخصیت اصلی زن هم وجود داره. بعد از اون تام هندرسون، افشاگر معروف کال آف دیوتی، اشاره کردش که توی این نسخه از بازی 2 تا شخصیت اصلی وجود داره، یک زن و یک مرد. شاید وقت اون رسیده که پای زنان هم به دنیای بزرگ GTA به عنوان قهرمان باز بشه. ما که بخیلی نیستیم. حتی شایعاتی هم در این باره وجود داره که CJ قراره برگرده. اگه برگرده چه عالی. به هر حال باید منتظر بمونیم ببینیم که این شاهکار صنعت راکستار گیم چه چیزی برای ارائه داره و چه چیزی رو میخواد منتشر بکنه و با چه چیزی سورپرایزمون بکنه. بازی دوم اساسین کرید شادو. بازی اساسین کرید شادو نسبت به نسخه قبلی اساسین کرید تفاوت‌های برجسته داشته. یکی از این تفاوت‌هایی که میشه بهش اشاره کرد سیستم نورپردازی است و تغییر فصل آب و هوایی که این بازی میشه اشاره کرد. این بازی 2 تا شخصیت اصلی داره، نانو و یاسوکه. هر فصل تاثیر متفاوتی توی گیم پلی بازی میتونه واسه بازیکن‌ها داشته باشه. به عنوان مثال اگه بازیکن‌ها بخوان توی فصل تابستون برن توی چشمه و شنا کنن اوکیه، اما اگه بشه فصل زمستون دریاچه و همون یا چشمه یخ میزنه و نمیشه اونجا شنا کرد. و خیلی تفاوت‌های چشمگیری دیگه که تونسته این نسخه رو با نسخه قبلی اساسین کرید متمایز بکنه. کارگردان بازی اساسین کرید شادو چارلز بونای تو یکی از گفته‌هاش اعلام کرده که قلعه‌ها رو جوری طراحی کردیم که هر کدومش مرحله‌های جداگونه‌ای هستن و بازیکن‌ها مثل این میمونه که وقتی وارد قلعه میشن ماجراجویی جدیدی رو میتونن تجربه کنن. این بازی در تاریخ 25 آبان 1403 یا 15 نوامبر 2024 بر روی پلتفرم‌های پلی استیشن 5، ایکس باکس سری S و ایکس باکس سری X و PC عرضه میشه. بازی سوم کال آف دیوتی بلک آپس 6. داستان بلک آپس 6 به دهه 90 میلادی برمیگرده و اشاره‌هایی هم به بلک آپس 2 که در دهه 80 میلادی هست میکنه. سازنده ها برای روایت داستان بلک آپس 6 از رویدادهای واقعی تاریخی استفاده کردند. توی شروع بازی دنیا در هرج و مرج کامله. دیوار برلین سقوط کرده و دوران خفقان به پایان رسیده. یه اتفاقی توی خاورمیانه سرتیتر تمام اخبار و رسانه‌های جهان شده. عراق به رهبری صدام حسین با کشور کویت به هم میخورن و طی یه حمله نظامی وحشیانه میگیره خواب ببخشید لب کلام از دستم دررفت، میگیره کشور کویت رو تصرف میکنه. به این نبرد جنگ خلیج هم میگن و قرار بود اسم این بازی جنگ خلیج باشه. ولی بعد از اومدن تریلرش این نظریه رد شد. توی این نسخه از بازی کشور آمریکا با چند کشور دیگه نیروهای خودشون استخدام کردن که کویت رو آزاد بکنن. توی این نسخه از بازی چهره آشنا و محبوب فرانکس وود حضور نداره، ولی به جا شخصیت تکاور و جدیدی به اسم تروی مارشال جای فرانکس وود رو گرفته. این نسخه از بازی 25 اکتبر 2024 یا 14 آبان 1403 منتشر میشه. بازی چهارم ووکونگ. این بازی نقش آفرینی اکشن توسط یک استارتاپ چینی به اسم گیم ساینس ساخته شده که حدود 140 تا کارمند داره. شخصیت اصلی این بازی ووکوند یه میمونه و به اسم دیستایند وان که سلاحش یک چوب دستی جادوییه و 3 حالت برای ضربه زدن یا مبارزه با باس فایت های بازی داره. یک حالت ضربه زدن، ستون، کوبیدن. داستان این بازی حول ادبیات و اسطوره‌شناسی کلاسیک چینی هستش و میشه گفت این بازی بر اساس رمان افسانه‌ای چینی سفر به غرب هم گرفته شده. محبوبیت این بازی در اوایل انتشار تونسته فروش پلی استیشن 5 رو افزایش بده و کاربران زیادی رو به سمت پلی استیشن بکشونه. همچنین گفتم میشه که توی بازی که انتشار داره گیم پلیش که توی یوتیوب هستش حدود 100 تا باس فایت یا دشمن یا هیولا مبارز داره که شما باید با اونا مقابله کنید. یکی دیگه از توانایی یا خصوصیاتی که میشه توی این بازی بهش اشاره کرد قابلیت تغییر شکل یافتنه و یک خصوصیات دیگری هم که میشه دوباره به این بازی طبق گیم پلیایی که انتشار داده شده میشه گفت که رینگ آف فایر، به اصطلاح رینگ آف فایر
به زبان فارسی میشه حلقه آتشی محافظ که به بازیکن این دسترسی رو بهش میده که محافظت کنه ازش، که توی گیم پلی ها میتونید مشاهده کنید. این بازی محبوب چینی تاریخ 20 آگوست 2024 یا 30 مرداد 1403 بر روی پلتفرم های پی سی و پلی استیشن عرضه شده. امیدوارم تا اینجا ویدیو که همراه ما بودین لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. یادتون نره این ویدیو رو حتما لایک کردین اگه تا اینجا اومدید، کامنت یادتون نره و سابسکرایب خیلی مهمه. کانال بچه‌ام این زیر میاد، دیسکریپشن این لینک بالا یه جایی میاد، ما رو از جا دنبال کنید. اینستاگرام ما فالو کرده باشید، اونجا اخبارهای احتمالی از چنل یا ویدیوهایی که آینده قراره از اون بگیریم و اونجا به اطلاع میرسونیم. مواظب باشید تا ویدیو بعدی.